سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. شروع از صفحه 67. دوران قاجار. دوران قاجار را میتوان دوران طلایی روحانیت شیعه در ایران لقب داد. آقا محمد خان سرسلسله قاجاریه به شهادت معاصران خود دعوی دینداری میکرد و در لشکرکشی‌ها و سفرها نیمه شبان برخاسته و نماز شب به جای می آورد. اما به روحانیون اجازه دخالت در امور کشوری را نمیداد. آقا محمد خان در روز تاجگذاری پس از آنکه تاج مروارید نشانی را که آماده کرده بود بر سر گذاشت و شمشیری را که از سر قبر شاه اسماعیل صفوی مؤسس سلسله صفوی آورده بودند بر کمر بست، خود را جانشین صفویه و پادشاه واقعی و پیشوای مذهب شیعه خواند. پایان نقل قول. جانشینان او فضا را برای قدرتگیری دوباره روحانیت شیعه هموار کردند و فقهای شیعه پیرو مکتب اصولی به تدریج سرنوشت سیاسی ایران را در چنگ گرفتند. بعد از قتل آقا محمد خان، بابا خان به نام فتحعلی شاه 1212 تا 1250 هجری قمری برابر با 1797 تا 1834 میلادی به سلطنت رسید. در دوران 37 سال سلطنت این پادشاه، ایران از نظر اقتصادی فقیر، از نظر فرهنگی عقب مانده و از نظر مالی ورشکسته شد و بخش بزرگی از کشور از دست رفت. اما روحانیون شیعه به دوران او به قله قدرت و اقتدار صعود کردند. سلطنت فتحعلی شاه با ظهور ناپلئون در اروپا همزمان بود. ناپلئون دست کلیسا را از دخالت در امور دولتی کوتاه و جدایی دین از سیاست را در مناطق تحت حکومت خود نهادینه کرد. فتحعلی شاه دست روحانیون شیعه را در امور کشوری باز کرد و برای جبران کمبود روحانیون به شیوه صفویان به فقهای شیعه جبل عامل لبنان و کشورهای عربی منطقه متوسل شد. ناپلئون زمینه رشد و شکوفایی علم و صنعت را در اروپا فراهم کرد و فتحعلی شاه استبداد، عقب ماندگی، خرافات و ناآگاهی را بر مردم ایران تحمیل کرد. فتحعلی شاه اطاعت کامل از فتواهای روحانیون را در سرلوحه سیاستهای خود قرار داد. در دوران این پادشاه بخش‌های مهمی از کشور جدا شد و ایران که در دوران نادرشاه اعتباری جهانی کسب کرده بود، به یک کشور ضعیف آسیایی و به میدان رقابت دو قدرت بزرگ استعماری روسیه تزاری و انگلیس بدل شد. به دوران قاجار قدرت روحانیت شیعه بالا گرفت و فقهای شیعه در حکومت نیز شریک شده و گاه سرنوشت سیاسی ایران را تعیین می‌کردند. دوران قاجاریه دوران پیروزی مکتب اصولی بر مکتب اخباری و تثبیت نهاد مرجعیت بود و از این رو پیش از بررسی وضعیت دگراندیشان مذهبی در این دوران به مفاهیم اصلی فقه شیعه در فلسفه سیاسی اسلام می‌پردازیم. فلسفه سیاسی اسلام: مفهوم خلافت نزد سنیان
و مفهوم امامت نزد شیعیان. به هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، خاندان ثروتمند اموی قدرت سیاسی و خاندان هاشمی پردهداری بتکده کعبه و رهبری دینی را در دست داشتند. محمد که از قبیله هاشمی برخاسته بود، نخست در مدینه و سپس در شبه جزیره عربستان رهبری سیاسی و دینی، فرماندهی قوای نظامی و قضاوت را در شخص خود متمرکز کرد، اما جانشینی برای خود تعیین نکرد. در قرآن نیز هیچ اشاره مستقیمی به جانشین پیامبر نشده است. پس از مرگ محمد، سران دو گروه انصار و مهاجر به سنت اعراب پیش از اسلام شورایی از بزرگان را مأمور برگزیدن جانشین پیامبر کردند. 4 خلیفه اول، خلفای راشدین ابوبکر، عمر، عثمان و علی برگزیدگان این شورا بودند. بر این سنت مفهوم خلافت در فلسفه سیاسی اسلام شکل گرفت. خلافت اسلامی به معنای وحدت رهبری دینی، نظامی، سیاسی و قضایی در دست یک تن از مهمترین مفاهیم اسلام در فلسفه سیاسی است. از این منظر هدف خلافت اسلامی مدیریت جامعه بر اساس قوانین الله است که از قرآن و سنت، رفتار و کردار پیامبر استخراج می شود. در بستر تاریخ اسلام سلسله‌های گوناگون خلفا، اموی، عباسی، فاطمی و عثمانی بر این سنت حکومت کردند و بنیادگرایان سنی به دوران معاصر برای بازگرداندن و تحقق این مفهوم مبارزه می‌کنند. از منظر شیعه، الله، علی و پس از او 11 فرزندان پسر او را که از طریق مادر یا جده مادری خود فاطمه دختر محمد با پیامبر اسلام همخون بودند، به رهبری دینی و سیاسی مسلمانان برگزیده است. روحانیت شیعه مدعی است که به دوران غیبت آخرین امام رسالت رهبری سیاسی و دینی مسلمانان را به نیابت از او در انحصار دارد. از این منظر همه حکومت‌ها اعم از حکومت خلفای سنی، حکومت‌های استبدادی یا برگزیده مردم مشروعیت ندارند و حق انحصاری امامان و روحانیت شیعه را غصب کرده. ادعای حکومت بحث درباره قدرت سیاسی و مفاهیم مرتبط با آن را به یکی از مهمترین مفاهیم فقه شیعه بدل کرد و به پیدایش مکاتب گوناگونی منجر شد. 2 مکتب اخباری و اصولی. 2 مکتب اخباری و اصولی از مهمترین مکاتب فقه شیعه است. هر یک از 2 مکتب در فلسفه سیاسی و در برابر پرسش چه کسی در غیبت امام حق حکومت دارد پاسخهای متفاوتی ارائه دادند. اخباریون شیعه که بر قرآن، حدیث و سنت به عنوان منابع فقه تأکید و عقل و اجتهاد را به عرصه‌های محدود و معدودی منحصر می‌کردند، در فلسفه سیاسی نیز بر آن بودند که تأسیس حکومت اسلامی تنها با ظهور امام 12 و در حکومت امام معصوم برگزیده خداوند ممکن است و به دوران غیبت او همه حکومت‌ها غاصب و نامشروعند. نزد فقهای مکتب اخباری تلاش برای کسب قدرت سیاسی جای مهمی نداشت. گرایش اخباری به دوران پیش از صفویه، دورانی که حکومت‌های سنی مذهب بر جهان اسلام حکم رانده و دست شیعیان از حکومت کوتاه و اغلب در خفا می‌زیستند، گرایش مسلط در فقه شیعه بود. فقهای مکتب اصولی شیعه
عقل و اجتهاد فقها و مجتهدین را مشروط به هماهنگی با محکمات قرآن و سنت نبوی با دیگر منابع فقهی همتراز می‌دانند. در این مکتب مجتهدان نیابت دینی و سیاسی امام غایب را نیز بر عهده دارند. این گرایش که قبضه یا شراکت و نظارت در حکومت را از اهداف اصلی خود می‌داند، از دوران صفویه که امکان تشکیل حکومت‌های شیعی مذهب فراهم شد قدرت گرفت و به دوران قاجار که روحانیون شیعه سهم مهمی از قدرت سیاسی را به دست آوردند به گرایش مسلط فقه شیعه بدل شد. در میان اصولیون نیز سه نظریه نظارت فقها بر حکومت و قوانین، واگذاری سلطنت به حاکم یا سلطان، ذی شوکت مسلمان و ولایت نسبی یا مطلق فقیه پدید آمد. در دوران صفوی غلبه با علمای اخباری بود که اجتهاد را نوعی بدعت تلقی می‌کردند. از سقوط صفویان تا ظهور سلسله قاجار، فقهای اصولی در نجف و کربلا بر فقهای اخباری غلبه کردند. فقهایی که به دوران قاجار به ایران بازگشتند پیرو مکتب اصولی بوده و سودای رهبری دینی و سیاسی را در سر داشتند. علمای اصولی برای حفظ موقعیت خود با اخباریون به مبارزه برخاسته و به دوران قاجاریه به رهبری محمد باقر بهبهانی به پیروزی کامل دست یافتند. غلبه اصولی ها بر اخباریون و تثبیت نهاد مرجعیت به تمرکز قدرت منجر شد. تمرکز وجوهات شرعیه نزد تعداد معدودی از ملایان زمینه مناسبی را برای ظهور و قدرتگیری نهاد مرجعیت شیعه فراهم کرد. آرزوی روحانیت شیعه برای حکومت یا شرکت و نظارت در آن در دوران صفویه به تحقق نزدیک شد. با روی کار آمدن دولت مقتدر صفوی و همگام با شکل گرفتن قدرت سیاسی و نظامی شاهان این سلسله، نهال قدرتی دیگر نیز کاشته شد و آرام آرام رشد کرد تا در دوران حکومت قاجارها به بر نشست و در جمهوری اسلامی میوه داد. تا دوران صفویه که شیعیان کم و بیش در خفا و تقیه زندگی می‌کردند، اختلافات داخلی فقهای شیعه در پرده ماند، اما با روی کار آمدن دولت صفوی و راه یافتن روحانیون به بافت قدرت، نزاع بین دو مکتب اخباری و اصولی به خشونت کشیده شد. با برافتادن حکومت صفویه، اغلب روحانیون شیعه به کشورهای عربی مهاجرت کرده و مکتب اخباری تا جایی قدرت گرفت که طرفداران مکتب اصولی در خفا زندگی و کتابها و آثار خود را پنهان می‌کردند. با ظهور آقا محمد باقر بهبهانی به عرصه مبارزه اخباری و اصولی، ورق به سود اصولیون برگشت. بهبهانی در سال 1117 هجری برابر با 1705 میلادی در اصفهان متولد شد. در جوانی به کربلا رفت و در آنجا تحصیل کرد. بهبهانی در کربلا مبارزه شدیدی را علیه اخباریون آغاز کرد و سرانجام بر آنان پیروز شد. شاگردان بسیاری تربیت کرد که راه او را ادامه دادند که از آن جمله میتوان به پسرش آقا محمد علی بهبهانی معروف به صوفی کش، ملا مهدی نراقی، شیخ جعفر نجفی، حاج محمد ابراهیم کلباسی و سید محمد باقر شفتی اشاره کرد.
میرزا محمد اخباری از روحانیون با نفوذ مکتب اخباری در دوران زمامداری فتحعلی شاه در تهران بود. سعید نفیسی می نویسد پیشوایان بزرگ شیعه در آن زمان مانند سید علی طباطبایی صاحب شرح کبیر، حاج سید محمد باقر شفتی، حاج ابراهیم کلباسی، شیخ جعفر نجفی از دست او به تنگ آمده بودند و در برابر او سپر انداخته بودند. پایان نقل قول. گزارش ملاقات میرزا محمد اخباری و فتحعلی شاه را سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران چنین می‌نویسد: میرزا محمد نزد فتحعلی شاه رفت و گفت من سر آشپختر، یکی از فرماندهان سپاه روس، را 40 روزه برای تو به تهران حاضر می سازم، مشروط به آنکه مذهب مجتهدین را منسوخ و متروک سازی و بن و بیخ مجتهدین را قلع و قمع نمایی و مذهب اخباری را در بلاد ایران رواج دهی. فتحعلی شاه قبول کرد. پایان نقل قول. میرزا محمد 40 روز بست نشست و دعا کرد. آشپختر نه به دلیل دعای میرزا محمد که با توطئه ابراهیم خان، یکی از افسران سپاه عباس میرزا، در حین مذاکره کشته شد. سر بریده او را به تهران فرستادند. میرزا محمد اخباری از شاه خواست که به وعده خود عمل کند، اما روحانیون شیعه پیرو مکتب اصولی شاه را ترساندند که امکان دارد همین کار را با شما بکند. پس سلطان از میرزا محمد معذرت خواسته و به او خرجی داده و او را روانه عتبات ساخت. سال 1218 قمری. در بغداد مجتهدی به نام آقا سید علی میرزا سید محمد اخباری را تکفیر کرد. حاجی میرزا محمد کافری است جهود و مردی مردود. اگر از حاق داخل پرانتز نیست کردن پرانتز بسته روح و اراقت داخل پرانتز ریختن پرانتز بسته دمش تأخیر رود، دیر نباشد که مردم این شهر را از راه بگرداند و به چاه اندازد و هر مؤمن موحد را کافری ملحد سازد. پایان نقل قول. میرزا محمد در عتبات با سید علی میرزا روبرو شد و با او مباحثه کرد. میرزا محمد به کاظمین رفت و در آنجا رساله‌ای در رد اعتقادات سید علی میرزا نوشت. علمای عتبات او را تکفیر کرده و به قتل رساندند. میرزا محمد در خانه خود نشسته بود. ناگاه غوغای خلق را اصغا نمودند و هنوز با خویش نیامده بودند که این شورش از کجا است و چرا است که مردمان با تیغها و خنجرهای آخته اطراف خانه را فرو گرفتند و از بام و در به درون سرای آمدند و حاجی میرزا محمد را شهید کردند. پایان نقل قول. نهاد مرجعیت. با شکست اخباریون و پیروزی اصولیون، نهاد مرجعیت شیعه تثبیت شد. در شیعه 12 امامی مردم به مقلد و مجتهد تقسیم می شود. مجتهد کسی که توانایی و اجازه اجتهاد دارد. در اصطلاح به کسی گفته می شود که تحصیلات حوزوی دینی را تمام کرده و یک و یا چند مرجع تقلید به او اجازه اجتهاد داده باشند. مجتهد مختار است که در مسائل دینی و شرعی با رعایت موازین و هماهنگ با قرآن و سنت به عقل خود رجوع کرده و بر اساس اجتهاد خود عمل کند. عامه شیعیان موظفند که در مسائل دینی، شرعی، خانوادگی، احوال شخصیه
و مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی از مراجع تقلید پیروی و به فتواهای آنان عمل کنند. مرجع مجتهدی است که بخشی از مردم مقلد او باشند و خمس و زکات و سهم امام و دیگر وجوهات شرعی خود را به او بپردازند. مراجع بر اوقاف نظارت دارند. در عرف شیعه مرجع عام مرجعی است که مرجعیت او از سوی دیگر مجتهدان و مراجع معاصر او نیز پذیرفته شده و در اصطلاح از همه مراجع معاصر خود اعلم‌تر و با تقواتر باشد. از مهمترین مجتهدان عصر صفوی تا کنون میتوان از شیخ محمد حسن اصفهانی نجفی مشهور به صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری فوت 1864 میلادی مطابق با 1281 هجری قمری، میرزا حسن شیرازی فوت 1894 میلادی مطابق با 1312 هجری قمری، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی فوت 1911 میلادی مطابق با 1329 هجری قمری، حاجی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی فوت 1919 میلادی مطابق با 1337 هجری قمری، میرزا محمد تقی حائلی شیرازی فوت 1920 میلادی مطابق با 1339 هجری قمری، شیخ فتح‌الله شریعت اصفهانی فوت 1920 میلادی 1339 هجری قمری، حاجی سید ابوالحسن موسوی اصفهانی فوت 1326 شمسی، حاجی آقا حسین بروجردی فوت 1340 شمسی. روحانیت شیعه که به تدریج خود را سازماندهی کرده بود، عرصه حقوقی را به انحصار خود درآورده و با دست انداختن بر عرصه‌هایی چون قضاوت، عقد و طلاق، وصایا و معاملات بر نفوذ و قدرت خود در جامعه افزود. تمرکز وجوهات شرعی چون زکات و خمس و سهم امام و درآمدهای حاصل از تولیت مساجد و مدارس و اوقاف، نزورات شرعی مردم، سرپرستی اموال یتیمان و دیوانگان و درآمدهای حاصل از حمایت از بست‌نشینان بزهکار و غیره، قدرت مادی و سازماندهی روحانیت را تقویت کرد. به دوران قاجار روحانیت بار دیگر به یکی از دو رکن اصلی حکومت بدل شد. روحانیون پیرو مکتب اصولی هیچ نوع دگراندیشی را تحمل نمی‌کردند. نه فقط یهودیان، زرتشتیان، ارامنه و بابیان و بهائیان که سنیان و دیگر فرق اسلامی از سرکوب و آزار آنان در امان نبودند. روحانیون مکتب اصولی به دوران ساماندهی و تحکیم قدرت خود به روزگار قاجار حتی از تکفیر کردن و سرکوب یکدیگر هم ابا نداشتند. تکفیر و مباح کردن خون و مال مخالفان، منتقدان و دگر اندیشان به دستمایه و ابزار جنگ قدرت و گردآوری پیروان و مقلدان بیشتر بدل شده. نمونه ای از عملکرد روحانیت اصولی موقعیت را به خوبی تصویر می‌کند. سید صادق طباطبایی، روحانی معروف تهران، در سال 1300 هجری قمری مطابق با 1883 میلادی شیخ هادی نجم آبادی را تکفیر کرد. نجم آبادی گفته بود: یک عالم هنگامی سزاوار تقدیر خواهد بود که دانش را به حکم عقل و شرع بیاموزد، نه حب ریاست که در صورت اخیر نام برده صرفاً نفسش را میرانده است، چون تربیت اخلاق رذیله نموده. پایان نقل بود. نجم آبادی به تکفیر طباطبایی جواب داد: اگر کسی حرف حقی زند و بخواهد از خواب غفلت بیدارت نماید،
و متنبهت سازد، چون مخالف هوا و وهمت باشد تکفیرش میکنی و در صدد ایذا و قتلش برمی آیی و حکم به نفی بلدش می نما. پایان نقل قول. شیخ هادی را به بابیگری متهم کردند که در آن روزگار کاراترین اسلحه روحانیت شیعه در سرکوب هر صدای منتقدی بود. گسترش شبکه سازمان یافته روحانیت در سرتاسر کشور که در پرتو تثبیت مقام مرجعیت و تمرکز مالی امکان پذیر شد، اهرم کارای توده‌های نادان و متعصب را بیش از گذشته در اختیار فقها و مجتهدین گذاشت. ملاهای بانفوذ با تکیه به درآمدهای مالی و مباح کردن جان و مال اقلیت‌های مذهبی گروهی پیرو خشن و متعصب به گرد خود جمع می‌کردند. این گروه‌ها که از کم فرهنگ‌ترین لایه‌های جامعه برخاسته بودند، به اهرم نفوذ و اعمال قدرت روحانیون بدل شدند. روحانیون هیئت‌های عزاداری، حسینیه‌ها و مساجد را به پایگاه برانگیختن مردم بدل کرده و با بسیج مردم و ناآرام کردن مناطق تحت نفوذ خود حاکمان، والیان و پادشاهان ضعیف قاجار را به تبعیت از خود وادار می‌کردند. روحانیون توده‌های مردم را که از منظر آنان عوام کالانعام داخل پرانتز خران و گوسفندان نادان نیازمند شبان پرانتز بسته تلقی می‌شدند، برای دستیابی به مقاصد مالی و سیاسی خود به کار می‌گرفتند. فتحعلی شاه قاجار که پس از آقا محمد خان به پادشاهی رسید و برای تثبیت سلطنت خود به روحانیت شیعه نیازمند بود، از شیخ جعفر نجفی نویسنده کاشف الغطا متولد 1156 قمری مطابق با 1743 میلادی متوفا به سال 1231 قمری مطابق با 1816 میلادی درخواست کرد که او را به نیابت خود انتخاب کند. شیخ نیز به رغم اعتقاد خود مبنی بر غاصب بودن همه حکومت‌ها برای تحکیم قدرت روحانیت به شاه اجازه سلطنت داد و اطاعت از سلطان مأذون را وظیفه مسلمانان اعلام کرد. سلطه روحانیت بر مردم، سهیم شدن روحانیت شیعه در حکومت قاجار که از مستبدترین و فاسدترین سلسله‌های پادشاهی ایران بود و فساد گسترده روحانیت که به دوران قاجار به امری نهادینه شده بدل شد، از زمینه‌های اصلی پیدایی انقلاب مشروطه و دگراندیشان مذهبی در این دوران بود. یکی از بزرگترین گرایش‌های دیگراندیشی مذهبی ایران، بابیان و بهائیان به دوران قاجار پدید آمدند. این آیین با سرعتی شگفت‌انگیز در میان مردم گسترش یافت و مورخان فساد و قدرت مالی و سیاسی روحانیت شیعه را از عوامل اصلی گسترش سریع پیروان باب و بها در ایران می‌دانند. سرکوب و کشتار بابیان و بهائیان که در فصل‌های بعدی بدان خواهیم پرداخت، از مهمترین بخش‌های تاریخ کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران است. نظریه درباره نسبت روحانیت و حکومت. پیش از این گفته شد که حکومت بر مسلمانان به دوران غیبت امام به یکی از مهمترین مباحث فقه شیعه بدل
و به پیدایی مکاتب گوناگون منجر شد. گرچه همه مکاتب، همه حکومتها را غاصب می‌دانستند، اما برخی بر آن بودند که حکومت اسلامی تنها به دوران امام معصوم ممکن است و به دوران غیبت او ناممکن. این مکتب دخالت در سیاست را بر روحانیت روا نمی داشت، اما اکثریت فقهای شیعه به ویژه در دوران قاجار از مکتبی پیروی می کردند که خواستار دخالت روحانیت شیعه در حکومت و اجرای قوانین شرعی بود. در این مکتب نیز گرایش‌های گوناگونی چون نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت، سلطنت معزون به اذن فقهای جامع الشرایط، نظریه نظارت فقها بر حکومت و قوانین و نظریه ولایت نسبی یا مطلقه فقیه پدید آمد. طرفداران این گرایش‌ها بجز هواداران ولایت فقیه تأسیس حکومت اسلامی را در دوران غیبت امام معصوم ناممکن می‌دانستند، اما خواستار رعایت قوانین شرع و دخالت روحانیت در سیاست و حکومت بودند. هواداران نظریه سلطنت مسلمان ذی شوکت بر آن بودند که منشأ قدرت و حکومت مهم نیست و هر حاکمی که جامعه اسلامی را در برابر کفار حفظ و ظواهر شرع را رعایت کرده و حرمت و سهم روحانیت در حکومت و انحصار آنان را در امور حقوقی و شرعی به رسمیت بشناسد اجازه حکومت دارد. طرفداران نظریه سلطنت معزون از این محدوده فراتر رفته معتقد بودند که مشروعیت حکومت به اجازه شرعی مجتهدان وابسته است و سلطان یا حاکم باید اذن و اجازه حکومت را از مجتهدان شیعه کسب کند. شیخ فضل الله نوری که به دوران انقلاب مشروطه به دلیل مخالفت با مشروطه خواهان به فتوای فقهای دیگر بردار شد، از این گرایش هواداری میکرد. میرزا ابوالقاسم قمی نیز چون دیگر فقهای شیعه از حق الهی حکومت خاندان علی و حق حکومت فقهای شیعه به دوران غیبت آغاز می کند و بر آن است که فقها به دورانی که توانایی تأسیس حکومت اسلامی را ندارند به مصلحت و به ناچار باید با حاکمان مماشات کنند. میرزا ابوالقاسم قمی چون دیگر فقهای شیعه برای حکومت شوندگان حق انتخاب و هویت حقوقی قائل نیست، چرا که حاکمان یا برگزیدگان خداوندند و نیکوکار و حکومت بر سبیل استحقاق به آنان رسیده است، یا نابکارند و حکومت بر سبیل امتحان به آنان واگذار شده است. از منظر او سلطان در هر دو حالت تنها در برابر خداوند مسئول است و بنده نباید سر از کمند اطاعت او برتابد. جدایی دولت و ملت. پدیده جدایی، بیگانگی و دشمنی نهادینه شده و تاریخی ملت و دولت در ایران از زمینه‌های مهم عقب ماندگی سیاسی جامعه ایرانی است و یکی از بنیادی ترین مفاهیم فلسفه سیاسی فقه شیعه، اعتقاد به غاصب بودن هر حکومتی جز حکومت امامان معصوم یا فقها در پیدایش و نهادینه شدن این پدیده نقشی مهم داشته است. در روانشناسی و ذهنیت مردم ایران دولت همواره بیگانه و دشمن است و قدرت او نامشروع و ضد دین و در ذهنیت حاکمان ملت همواره رعیتی است فاقد حقوق مدنی. دولت همواره می‌کوشد تا با سرکوب و جبر ملت را به انقیاد خود درآورد.
و ملت همواره می‌کوشد تا از فرامین و قوانین دولت که از منظر دین او غاصبی نامشروع است که به ناحق بر او حکم می‌راند سرپیچی کند. از منظر شیعیان سرپیچی از قوانین دولتی تکلیفی دینی بود. در این رابطه دولت و مردم همواره به هم بدبین بودند و بی‌اعتماد. برخورد روحانیون و فقهای طرفداران مکتب اصولی با حکومت از دوران قاجار تا انقلاب اسلامی به رغم اعتقاد به غاصب بودن حکومت‌ها یک دست نبود و عواملی چون تناسب قدرت، منافع مالی و سیاسی گروهی و شخصی، رقابت‌های درونی و غیره برخوردهای گوناگونی را سبب ساز شده. بخشی از روحانیون تا زمانی که منافع خود را در خطر نمی‌دیدند با حکومت‌ها همکاری کرده و یا در برابر آنها سکوت می‌کردند. برخی با دربار رابطه داشته و برخی چنان در مبارزه با حکومت و مبارزه با کسب قدرت غرق شدند که دین را فراموش کردند. دشمنی با حکومت‌ها به ویژه پس از اصلاحات رضاشاه و برخی برنامه‌های او چون تأسیس دادگستری نوین، تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها، کشف حجاب و غیره شدت گرفت و نزد طرفداران ولایت فقیه تا آنجا ریشه دار شد که روح الله خمینی در سال 1361 هجری شمسی در کتاب ولایت فقیه نوشت: مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه‌اش را غارت کرده اند باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد نمیتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد به طاغوت یعنی قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلم خویش نائل آمد به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند. پایان نقل قول. از آنجا که فساد روحانیت شیعه به دوران قاجار از عوامل اصلی گرایش سریع و گسترده مردم به بابیان و بهائیان است، اشاره به چند نمونه از قدرت، نفوذ و فساد روحانیت شیعه در این فصل میتواند استقبال گسترده مردم را از دگراندیشان مذهبی به دوران قاجار توضیح داده و نشان دهد که روحانیت شیعه برای حفظ چه امتیازاتی سرکوب دیگراندیشان را به شدت دنبال می‌کرد. میرزا محمد تنکابنی متولد سال 1235 هجری قمری مطابق با 1820 میلادی، وفات 1302 هجری قمری مطابق با 1885 در قصص العلماء می نویسد: آن جناب فتحعلی شاه را اذن در سلطنت داد و او را نایب خود قرار داد، اما با شرایط چند که در هر فوجی از لشکر مؤذنی قرار دهد و امام جماعت در میان لشکر داشته باشد و هر هفته یک روز وعظ کنند و تعلیم مسائل کنند. پایان نقل قول. شیخ دریافته بود که برای تحکیم بیشتر قدرت به نفوذ در قوای نظامی نیز نیازمند است. حضور امام جماعت در ارتش راه را بر نفوذ بیشتر روحانیت در دستگاه‌های دولتی باز می‌کرد. قصص العلماء تصویری گویا از شخصیت این روحانی عظیم الشأن به دست می‌دهد. آن جناب کثیرالاکل بود. گویند که هر وقتی 1 من تبریز، 100 درم پیاز و 10 تخم فلفل و 1 رأس بره غذای او بود و هر شب را هم با زن مقاربت می نمود
و در هر شب 2/3 شب را بیدار بود و به عبادت حضرت آفریدگار اشتغال داشته. همیشه کنیزی به همراه داشت و در اسفار و در هر کجا که شهوت بر او غالب میشد حکم میکرد که چادر میزدند و دفع حاجت مینمود. پایان نقل. شیخ جعفر را گذار به شهر رشت افتاد. خواستند نماز را با آن جناب به جماعت گذارند. مساجد موجود در شهر کم وسعت، وفا به جمعیت ننمود. پس در میدانی که دارند همه اهل شهر جمع شدند و بعد از نماز از شیخ خواهش نمودند که موعظه کند. شیخ فرمود که من فارسی را خوب نمیدانم. پس اصرار از حد گذرانیدم. شیخ بر منبر برآمد و به این عبارت فرمود: ایها الناس، شما همه میمیرید، شیخ هم میمیرد، پس فکر روز پسین نمایی. ایها الناس، رشت شما مثل بهشت است. چه در بهشت قصور است، در شهر رشت نیز قصور عالیه و بوستانهایی که دارای نهرها است و در بهشت حورالعین است که در نهایت حسن و جمالند. زنان رشت نیز مانند حورالعین باشند در کمال وجاهت و در بهشت غلمان باشند. همچنین است در رشت و در بهشت تکلیف از نماز و روزه و سایر عبادات برداشته است. همچنین است در رشت که نماز و روزه و عبادات دیگر بالکلیه برداشته است. پایان نقل. اقرار شیخ به ندانستن زبان فارسی نشانه ای است از منشأ عربی روحانیت شیعه در آن روزگار. شیخ که بر اساس قوانین اسلامی مجاز به دیدن موی و پیکر زنان نامحرم نبود، به رغم ناآشنایی با زبان از وضعیت زنان رشت با خبر. مرجعی که رهبری مردم را بر عهده و بر تصمیمات سیاسی نفوذ داشت، در قزوین به تبلیغ صیغه می‌پردازد و در خطبه خود خطاب به قزوینیان می‌گوید: ایها الناس، شما مگر شیعه نیستید؟ چرا عقد انقطاع در میان شما متداول نیست؟ پس فرمود که تقصیر با علماء بلد است و چون حاجی ملا عبدالوهاب رئیس علماء قزوین در آن عهد بود، شیخ به او خطاب فرمود که چرا دختر خود را به عقد انقطاع نمی دهی تا مردم رغبت در عقد انقطاع کنند و به تو متابعت نمایند. پایان نقل. نفوذ شیخ بر فتحعلی شاه تا حدی بود که شاه از او می‌ترسید. زمانی شاه از شیخ رنجیده بود و به امین‌الدوله یکی از درباریان گفته بود که از شیخ دیدن نمی‌کنم و قصد ندارم او را بپذیرم. شاه به درباران قصر شاهی دستور داده بود که از ورود شیخ به قصر ممانعت کنند. شیخ از تصمیم شاه باخبر شد و برای بازگرداندن گوسفند به رمه به قصر رفت. دربانان و نگهبانان به استقبال شیخ رفتند و با بوسیدن دست او راه را بر او باز کردند. شیخ به اتاق شاه رفت و شاه به رغم تصمیم خود به پیشباز او رفت. دست شیخ را گرفت و او را در بالا رفتن از پله‌ها کمک کرد. امین‌الدوله از شاه دلیل تغییر عقیده او را پرسید. شاه در پاسخ گفت: چون صدای یا الله بلند کرد، دیدم که ماری عظیم روبروی من حاضر است و می‌خواهد بر روی سینه من بجهد و مرا اذیت کند. پس بی اختیار از جای خود برخاستم و دست شیخ را گرفتم. از آن پس مار مفقود شد. پایان نقل قول. به زمانی که شیخ به مهمانی دعوت می شد، نخست غذای مهمان را قیمت
و وجه آن را دریافت می‌کرد و سپس اجازه خوردن می‌داد. قصص العلماء می‌نویسد شبی شیخ وارد تهران شد. وقت غروب بود. پس به در خانه امین‌الدوله آمد و او را از خانه بیرون آورد و گفت که شیخ از تو زن می‌خواهد. امین‌الدوله در آن وقت چاره ندید جز این که کنیز گرجی که داشت به او ببخشد. پایان نقل قول. قصص العلماء که شیخ را صاحب کرامات می‌داند به نقل از ملا محمد تقی برقانی معروف به شهید ثالث می‌نویسد شبی شیخ در منزل ملا محمد صالح برادر شهید ثالث در قزوین مهمان بود. ما هر یک جایی خوابیدیم. ناگاه درد دلی به من عارض شد. از شدت درد بیدار شدم. آوازی میشنیدم که مرا ملول میکرد. از پی آواز روانه شدم. دیدم که جناب شیخ با نهایت تضرع و زاری و گریه و بیقراری به مناجات مشغول. پایان نقل قول. یکی از مریدان شیخ که برای پرسیدن سؤالی شرعی خدمت او رفته بود روایت می کند به ناگاه غذایی آوردند. از آن مقدار فکر کردم که رسم بزرگان است که غذا بسیار می آورند و هرچه ضرور است صرف می شود، بقیه را ملازمان صرف می کنند. ولی با تعجب دیدم که شیخ آن غذا را مصروف داشت. پایان نقل قول. مرید شگفت زده می شود و گمان می کند که اکنون انجره این اغذیه به دیوانخانه دماغ او می نشیند و معلوم و مجهول او یکسان خواهد بود. در چنین وقتی سؤال نمودن بیجا است. قصد رفتن می کند اما شیخ فرمان می دهد که بنشیند و حاجت خود بگوید. مرد پرسش خود را به کناری می نهد و از دلیل توانایی شیخ در پرخوری می پرسد. شیخ می گوید حضرت خلاق عالم در علم مرا فرید دهر ساخته و همیشه به لذائذ روحانیه متلذذ می باشم و در اکل نیز اشتهای وافر به من عطا فرموده که به لذت نعمتهای او علی الدوام متلذذ می باشم و چنان شهوتی به من کرامت فرموده که هر شب باید مجامعت نمایم و چنان قوه اطاعت و طاعت به من موهبت فرموده که همیشه از نصف شب تا صبح به راز و نیاز دمساز. پایان نقل قول. شیخ به مرید خود میتازد تو نه فهم غذای روحانی داری و نه اشتهای به طعام که غذای جسمانی است و نه قوه شهویه که به مباشرت متلذذ شوی و نه قوه شب بیداری داری که به عبادت قیام نمایی. تو نه لذت دنیا میبری و نه لذت اخروی. پایان نقل قول. فتحعلی شاه مرید شیخ جعفر بود و خانواده سلطنتی، شاهزادگان، امرای ارتش و درباریان نیز به او تأسی کرده و می‌کوشیدند تا از طریق شیخ جعفر دل شاه مستبد را به دست آورده منافع خود را تأمین کنند. مادر فتحعلی شاه در نجف به خدمت شیخ مشرف شد و از او چنین تقاضایی داشت: پسرم پادشاه است، لذا ظلم و ستم از او و از بستگان ما به رعایا و برایا واقع می شود. از شما مستدعیم که قسمی فرموده باشید که خدای تعالی از گناهان ما درگذشته و ما را با حضرت صدیقه کبری محشور نماید. پایان نقل قول. شیخ جعفر تنها ملایی نبود که فتحعلی شاه از او هراس
و به او لطف و از او حرف شنوی داشت. شاه قاجار برای تأمین سعادت دنیوی و اخروی خود، برای تضمین حکومت زمینی و رستگاری آسمانی به ملایانی متوسل می شد که از تحولات ایران و جهان بیخبر بودند. گرچه اعتقادات دینی فتحعلی شاه در تبعیت او از ملایان بی تأثیر نبود، اما حرف شنوی شاه قاجار از روحانیت خبر از آن داشت که نفوذ و قدرت روحانیت شیعه در میان مردم تا آنجا بالا گرفته بود که تداوم حکومت استبدادی شاه قاجار بدون تأیید روحانیت شیعه ممکن نبود. به دوران فتحعلی شاه دست روحانیت شیعه در امور مملکتی بازتر شد، تا جایی که مخالفت ملایان می توانست حاکم منصوب شاه را معزول کند. ملا احمد نراقی فرزند ملا مهدی نراقی از مجتهدین معروف ایران، متولد 1149 هجری قمری و متوفا 1209 هجری قمری، حاکم شاه را به یاری مریدان خود از شهر کاشان راند. نظم کاشان به هم ریخت و فتحعلی شاه که از بی‌حرمتی به حاکم منصوب خود برآشفته شده بود، دستور داد تا ملا احمد را به تهران احضار کند. ملا احمد را به حضور شاه آوردند. شاه خشمگین ملا احمد را به دلیل دخالت در امور کشوری، بیرون کردن حاکم و به هم ریختن شهر کاشان ملامت کرد. ملا احمد دستها به آسمان بلند و شکایت سلطان به خداوند برد و گفت: خدایا، این سلطان ظالم بر من متغیر است. و چون خواست شاه را نفرین کند، شاه بی اختیار از جای برخاست و دستهای حاجی را گرفت و به زیر آورد و در مقام معذرت برآمد و حاجی را از خود راضی ساخت و به خواهش او حاکمی مطابق میل او برای کاشان معین ساخت. پایان نقل قول. در قصص العلماء آمده است که سید محمد باقر شفتی، پسر سید محمد تقی موسوی شفتی گیلانی، متولد 1180 هجری قمری، متوفا به 1260 هجری قمری، که بعدها به حجت الاسلام معروف شد، در آغاز تحصیلات حوزوی در کربلا به فقر روزگار می‌گذرانید و از تأمین معاش یومیه خود ناتوان بود و معلم سید علی روزانه 2 گرد نان، یکی به وقت نهار و یکی به وقت شام به او میداد. زمانی که به اصفهان وارد شد، جز مندیلی که سفره نانخوری او هم بود هیچ نداشت. سید محمد باقر شفتی پس از چندی حاکم شهر اصفهان شد و در کوتاه زمانی چنان ثروتی اندوخت که قصص العلماء درباره او می نویسد: بیوت بسیار داشت، 7 پسر داشت، هر یک اندرونی و بیرونی علاهده داشتند. فرزند اکبرش در استبل او 17 رأس اسب خوب بسته داشت. در شهر اصفهان گویا 400 کاروانسرا داشت، 2000 باب دکان و یکی از قراء او در اصفهان کروند بود که 900 خروار برنج مقرری آن بود. املاکی در بروجرد و یزد و شیراز داشت. سالی 17,000 تومان مالیات دیوانی دهات آن جناب در اصفهان بود. فتحعلی شاه مالیات او را بخشید. پایان نقل قول. قصص العلماء کارنامه کوتاهی از اقدامات او را به دورانی که حاکم شرع اصفهان بود به دست می‌دهد.
70 نفر را به حدود شرعیه قتل نمود و اما حد غیر قتل بس بسیار و در دفعه اول که به سبب لواط حکم به قتل فرمود به هر که تکلیف کرد که او را قتل کند ابا کردند. آخر خود برخاست و ضربتی زد، خود بر او نماز گزارد و در وقت نماز غش کرد. پایان نقل بود. در همین کتاب درباره قدرت و نفوذ سید محمد باقر شفتی در میان مردم آمده است: حاکم اصفهان هر وقت که شرفیاب خدمت ایشان میشد در سلام میکرد و میایستاد و بسا بود که آن جناب ملتفت نمیشد. بعد از ساعتی نگاه میکرد و او را اذن جلوس میداد. شیخ چنان بر مردم نفوذ داشت که مردمی که موفق به بوسیدن دست و پای او نمیشدند دم و سم الاغ او را به تبرک میبوسیدند. پایان نقل بود. قدرت سید شفتی و بی‌اعتنایی او به حاکم شهر نشانه ای است از عجز و ناتوانی دولت و نفوذ روحانیت. سید شفتی چون دیگر ملایان قدرتمند روزگار گروهی از لوطی‌ها و بزن بهادرهای اصفهان را به عنوان مرید گرد آورده و با صدور فتوای مرگ و مصادره اموال علیه قربانیان خود این گروه را به قتل و غارت اموال مقتولان برمی‌انگیخت. برخی حکایت‌ها درباره او در قصص العلماء قدرت روحانیت را به روزگار فتحعلی شاه نشان می‌دهد. فتحعلی شاه قصد داشت آخوندی را که در فتوایی جواز کشیدن قلیان در ماه رمضان را صادر کرده بود ادب کند. آخوند، تو خود مخبوط و مسروعی. آقا سید محمد باقر کذایی از اصفهان از برای من و تو می آید تهران؟ پایان نقل بود. شفتی قصد داشت در محله بیداباد اصفهان مسجدی بنا کند. شاه از او تقاضا می کند که او را در این کار شریک کند. شفتی قبول نمی کند و ادعا می کند که او دست در خزینه خداوند عالم دارد. امین‌الدوله محمد حسین خان بیگلر بیگی اصفهان که فتحعلی شاه در سال 1221 هجری قمری به او لقب امین‌الدوله داد، 20,000 تومان به عنوان ودیعه به شفتی داده بود. وقتی خواست امانتی خود را پس بگیرد جواب شنید که تو این پول را از بابت رفع مظالم به فقرا به من داده بودی و من نیز آن را به فقرا دادم. امین‌الدوله اصرار کرد که من پول را به ودیعه در نزد شما گذاشته بودم. سید گفت مرا اشتغال ذمه به تنخواه تو نیست، لیکن الحال که قبول نداری من خود قبول دارم. با این همه از پس دادن پول که در آن روزگار مبلغ بالایی بود خودداری و پرداخت آن را به ورثه خود محول کرد و نوشت وصیت کردم پس از مرگ من از مال من 20,000 تومان به امین‌الدوله پرداخت شود. محول کردن باز پرداخت بدهی به ورثه نزد شیخ شفتی روالی معمول بود. از جمله اموال به امانت گذاشته شده یک تاجر اصفهانی نیز به همین سرنوشت دچار شد. در نخستین ملاقات شیخ با شاه در اصفهان، شیخ از شاه خواست که مراسم نقارخانه را موقوف کند. بعد از مرخص شدن شاه به امین‌الدوله گفت عجب سیدی است که از من خواهش می کند که نقارخانه سلطانی که علامت پادشاه است موقوف دارم. در ملاقات دوم
در سال بعد از طرح چنین تقاضاهایی که منجر به کدر شدن رابطه او با شاه می شدن خودداری کرد، چرا که بدان روزگار به گردآورد و تحکیم پایه های قدرت خود می اندیشید و به حمایت شاه نیاز داشت. بعد از مرگ فتحعلی شاه و به سلطنت رسیدن محمد شاه اقداماتی برای محدود کردن قدرت روحانیون تحقق یافت که با مخالفت شدید آنها روبرو شد. در همین دوران رابطه شفتی با حاج میرزا آقاسی صدر اعظم محمد شاه به سردی گرایید. لوطیان و بزن بهادرهای اصفهان با حمایت شفتی شهر را به آشوب کشیده و مغازه و خانه ها را غارت کردند. محمد شاه به منوچهرخان معتمدالدوله مأموریت داد تا بلوای لوطیان اصفهانی را سرکوب و قدرت شفتی را محدود کند. منوچهرخان به سال 1255 هجری قمری مطابق با 1840 میلادی به اصفهان لشکر کشید، بیش از 150 لوطی را اعدام کرد و برخی را به تبعید فرستاد. تعدادی از لوطیان را نیز که در قم متحصن شده بودند به مجرد خروج از تحصن به قتل رساند. نقش روحانیون در جنگ دوم ایران و روسیه. از دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار به بعد ایران دستخوش رقابت دو قدرت بزرگ استعماری آن روزگار شد. امپراتوری روسیه در شمال برای دسترسی به آبهای گرم به خلیج فارس چشم دوخته بود. روسیه تزاری می‌کوشید تا با منظم کردن مناطقی از ایران امپراتوری خود را توسعه داده و از دیگر سو با بهره‌گیری از عوامل خود در دربار سیاست خارجی ایران را به سود خود شکل دهد. انگلستان برای حفظ مستعمره بزرگ خود هند از سویی با روسیه تزاری درگیر بود و از دیگر سو می‌کوشید تا دولت ایران را تضعیف و آن را به بازیچه خود بدل کند. به دلیل آنکه افغانستان کنونی و بخشی از پاکستان به ایران تعلق داشت، ایران با هندوستان هم‌مرز بود و دولتی قوی در ایران امکان آن را داشت که با رقبای اروپایی انگلستان چون فرانسه و روسیه و پروس متحد شده و مستعمرات انگلستان را تهدید کند. فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در هندوستان نفوذ بالایی داشت. هندوستان به دلیل تنوع گسترده زبانی به زبان رسمی و درباری نیاز داشت و زبان فارسی به گفته سعید نفیسی 8 قرن این نقش را ایفا کرد. بدان روزگار در سیاست‌های دولت انگلیس در خاورمیانه و آسیا دفاع از شبه‌قاره هندوستان اولویت داشت و جلوگیری از پدید آمدن دولتی قوی در ایران از محورهای اصلی این سیاست بود. دامن زدن به خصومت و راه انداختن جنگ بین ایران و روسیه تزاری که به تضعیف هر دو کشور منجر می‌شد، از سیاست‌های مطلوب وزارت خارجه انگلستان در این دوران بود. دولت انگلیس به دوران قاجار با بهره‌گیری از عوامل نفوذی و مرتبط با خود در مراکز قدرت در ایران، دربار، ارتش، دیوان سالاری و روحانیت شیعه می‌کوشید تا آتش جنگ و خصومت بین ایران و روسیه را دامن زده و از ارتباط ایران با دیگر قدرت‌های اروپایی جلوگیری کند. فتحعلی شاه در نخستین جنگ بزرگ بین ایران و روسیه تزاری شکست خورد و به معاهده گلستان تن داد و بخش‌های مهمی از خاک ایران به روسیه ملحق شد. این شکست سیاستمداران و روشنفکران ایران را به بازاندیشی و چاره‌جویی برانگیخت. عباس میرزا ولیعهد و فرمانده ارتش به همراه اغلب سیاستمداران از جمله معتمدالدوله، میرزا عبدالوهاب و حاج میرزا ابوالحسن خان
وزیر دول خارجه جنگ جدیدی با روسیه را به نفع ایران نمی‌دانستند. شکست چشم آنان را بر ضعف و عقب ماندگی ایران گشوده و عواقب شوم جنگی دیگر را با روسیه تزاری به آنان نشان داده بود. اغلب دولتمردان قاجار در این روزگار بر آن بودند تا با پرهیز از جنگی که جز شکست نتیجه‌ای نداشت، سرمایه‌های انسانی و مالی را به جبران عقب ماندگی‌های کشور اختصاص دهند. دولت روسیه تزاری به منظور پیشگیری از جنگ دوم با ایران هیئتی به ریاست منشیکوف برای مذاکره به ایران فرستاد. ولی شاه از مذاکره با این هیئت خودداری کرد. در مقطعی حساس از این دست روحانیت شیعه بر طبل جنگ می‌کوبید و شاه را به لشکرکشی علیه روسیه تشویق می‌کرد. شاه که از دنیا بیخبر و پیرو مجتهدان شیعه بود، به توصیه‌ها و رایزنی‌های ولیعهد کارآزموده و مشاوران خود بی‌توجه ماند و حتی به سخنان سفیر روسیه که از منافع صلح سخن می‌گفت وقعی نگذاشت. سید محمد اصفهانی تولد 1180 هجری قمری، پسر سید علی طباطبایی، مجتهد پرنفوذ و برخی از مراجع تقلید به شاه می‌گفتند که در شریعت ما با کفار از در مهر و حفاوت سخن کردن گناهی بزرگ باشد. اگرچه روسیان از حدود ایران بیرون شوند هم جهاد با ایشان را واجب دانیم. پایان نقل قول. شاه از آقا سید محمد مجتهد تقاضا کرد که فتوای جهاد را مهر کند و برای او بفرستد تا آن را در تابوت خود بگذارد و در روز حساب در صحرای محشر به خداوند ارائه دهد. جنگ دوم به تحریک روحانیت شیعه آغاز و به شکستی بزرگتر انجامید که معاهده ترکمانچای را به بار آورد. قرارداد ترکمانچای ایالت‌های شمالی ایران را به روسیه واگذار و با تحمیل شرایط خفتباری که در تاریخ ایران بی سابقه بود، کشور را به جولانگاه آزاد روسیه تزاری بدل کرد. قرارداد ترکمانچای در زمان نیکولای اول که در سال 1825 میلادی به حکومت رسیده بود بسته شد. محمود می‌نویسد معاهده سری دولت انگلیس با دولت روس در قضایای شرق مخصوصاً راجع به ایران و عثمانی در اوایل سال 1242 هجری قمری مطابق با 1826 میلادی دولت روس را مختار کرد که هر اقدامی می‌خواهند در ممالک شرقی بکنند آزاد باشد. نتیجه آن حمله روس‌ها به دولت ایران بود که نزدیک به 2 سال طول کشید و منجر شد به عقد معاهده ترکمانچای. این معاهده در دوران نخست وزیری دوک ولینگتون و نیکولای بسته شد. محمود با اشاره به تاریخ منتظم ناصری درباره وقایع سال 1241 هجری قمری برابر با 1825 میلادی چنین می‌نویسد: در این سال ایلچی روس کنیازبخشکوف به دربار همایون آمد و چون الکساندر امپراتور روس در این سال وفات کرد و قبل از وفات تختی از بلور برای هدیه خاقان صاحب قران به فرمان او ساخته بودند، امپراتور نیکولا که به جای او جلوس کرده بود آن تخت را مصحوف ایلچی مشارون الیه به حضور حضرت صاحب قران اهدا و ارسال داشت. بعد از ورود ایلچی علمای اعلام و مجتهدین با احترام به اردوی معلا آمدند
و آنچه ایلچی از صلح و مصالحه سخن راند علما را مقبول نیفتاد و اعلی حضرت همایون را بر جهاد تحریض کرده از وجوب آن سخن راندند و اصرار کردند. ایلچی مایوس بازگشت و عساکر ایران به اطراف مأمور شدند و با قشون روس به زد و خورد مشغول گشتند. پایان نقل قول. محمود می نویسد این جنگ قریب 2 سال طول کشید. در همه جا قشون ایران عقب نشینی کرد و قشون روس جلو آمده تبریز را هم بر حسب دعوت سکنه آن اشغال نمودند و از آنجا تهران را هم تهدید کردند. پایان نقل قول. سکنه آذربایجان این امتحان را کراراً در جنگ‌های بین ایران و عثمانی داده‌اند. گاهی اتفاق افتاده که قشون‌های دولتی ناچار به تخلیه تبریز شده‌اند، ولی سکنه تبریز از شهر دفاع نموده تسلیم دشمن نشده‌اند. ولی در این قضیه خود اهالی به پیشوایی علماء خود روس‌ها را به گرفتن تبریز دعوت نمودند و آنها را با سلام و صلوات وارد تبریز کردند. با شروع جنگ 1241 هجری قمری برابر با 1826 میلادی تا عقد قرارداد ترکمنچای یعنی 1243 هجری قمری برابر با 1828 میلادی کلونل مکدونالد که بعداً سر جان مکدونالد نامیده شد در ایران بود و واسطه صلح و عقد قرارداد ترکمنچای شد. در این قرارداد علاوه بر اراضی شمال رود ارس مبلغ 10 کرور تومان خسارت جنگ به ایران تحمیل شد. در پایان جنگ انگلیسی ها موفق شدند مواد 3 و 4 عهدنامه نوامبر 1814 میلادی بین دولتین ایران و انگلیس را ملغا کنند. مواد 3 و 4 عهدنامه موجب ناراحتی دولت انگلیس بود و انگلیسی ها در پی فرصت برای ملغا کردن آن بودند. ماده 3. مقصود کلی از این عهدنامه آن است که دو دولت قوی شوکت از جانبین امداد و کمک به یکدیگر نمایند، به شرطی که دشمنان در نزاع و جدال سبقت نمایند. مراد از سبقت تجاوز نمودن از خاک متعلقه به خود و قصد ملک خارج از خود نمودن است. پایان نقل قول. ماده 4. اگر طایفه‌ای از طوایف فرنگستان به ممالک ایران به عزم دشمنی بیایند و دولت علیه ایران از دولت بهیه انگلیس خواهش مزبور را به عمل آوردند و لشکر به قدر خواهش و سردار و اساس جنگ از سمت هندوستان به ایران بفرستد و اگر فرستادن لشکر امکان نداشته باشد به عوض آن از جانب دولت بهیه انگلیس مبلغ 200,000 تومان سالیانه باشد. اگر دولت علیه ایران قصد ملکی خارج از خاک خود نموده در نزاع و جنگ سبقت با طایفه‌ای از طوایف فرنگستان نمایند، امداد مذکور از جانب دولت بهیه انگلیس داده نخواهد شد. پایان نقل قول. دولت انگلیس از انجام قرارداد به این بهانه که در جنگ ایران پیش قدم بوده و دولت روس تقصیری در این جنگ نداشته، بلکه دولت ایران حکم جهاد بر ضد روس ها صادر نموده است، خودداری کرد. بعد از مذاکرات دولت انگلیس حاضر می شود برای باز پرداخت خسارت جنگ مبلغ 200,000 تومان به دولت ایران بپردازد، مشروط بر اینکه مواد 3 و 4 قرارداد نوامبر 1814 میلادی ملغا شود. دولت ایران برای پرداخت غرامت به پول نیاز داشت و به ناچار درخواست انگلیس ها را پذیرفت.
در تعهدنامه عباس میرزا در این باره آمده است: به موجب این سند تعهد می‌کنم که هرگاه دولت پادشاهی انگلستان به مبلغ 200,000 تومان با ما مساعدت و کارسازی نماید، تا اینکه بتوانیم غرامت حاصل از جنگ اخیر را با دولت روس بپردازیم، از مواد 3 و 4 عهدنامه نوامبر 1814 خود با دولت بهیه انگلستان که به نمایندگی مستر الیس منعقد شده صرف نظر خواهیم نمود و آن دو ماده را همیشه نقض و باطل خواهیم دانست. به تاریخ شعبان 1243 مطابق مارس 1828. فتحعلی شاه در نامه‌ای به مکدونالد می‌نویسد: فرزند والا مقام ما اخیراً به پیشگاه ملوکانه ما معروض داشته است که قرار الغای 2 ماده از عهدنامه نوامبر 1814 را که فیما بین دولتین ایران و انگلیس بسته شده به شما داده است. آنچه که در این باب انجام پذیرفته است به موجب فرمان ملوکانه بوده است. مهر فتحعلی شاه. پایان نقل قول. جنگ ایران و روس که با فتوای سید محمد اصفهانی مجاهد شروع شد و آنچنان خاتمه یافت، یک جنگ عادی نبود، بلکه نتیجه پیشبینی‌های ماهرانه‌ای بود که قبلاً با استادی آن را برای ایران تهیه نموده بودند و نه تنها شکست قوای مادی آن منظور بوده، بلکه می‌خواستند قوای معنوی آن را نیز برای همیشه محو نماید. شرایطی که در معاهده ترکمانچای گنجانیده شد، استقلال ایران را به طور کلی از بین برد و آنچه که باقی مانده اسمی بود و بس. پایان نقل. روحانیون از جمله سید محمد مجاهد، حاج محمد جعفر استرابادی، سید نصرالله استرابادی، حاج سید محمد تقی قزوینی، حاج عبدالوهاب قزوینی، حاج ملا احمد نراقی و پسرش حاج ملا محمد نراقی دانسته و یا ندانسته اسباب دست سیاست انگلیس شدند و زمینه را برای فاجعه جنگ دوم ایران و روس و نتیجه آن که عقد قرارداد ترکمانچای شد فراهم آوردند. مهدی بامداد می نویسد: و اما روابط انگلیس ها با سید محمد مجاهد، روابط سید با انگلیس ها از اینجا پیدا شد که چون سید در زمان خود مرجعیت تام داشت، از این جهت انگلیس ها پول هند را در بست به او می دادند. در سال 1241 قمری که جنگ روس و ایران را دیگران ایجاد و بر ایران تحمیل کردند، اولیای امور نادان و از همه جا بی خبر ایران را تطمیع کرده و وادار به جنگ کردند، این آقا و جمعی دیگر از علما را از تمام ایالات و ولایات که آنها نیز از اولیای امور دولت بی خبرتر و بی اطلاعتر از جریان سیاست دنیا بودند، از روی جهالت و به جهات دیگر آلت دست مقاصد سیاسی آنها شده برای پس گرفتن قفقاز و مثلا گرفتن قسمتی از روسیه از بین النهرین عراق و ایران در 17 ذیقعده 1241 قمری به نزد فتحعلی شاه آمدند و یا بهتر گفته شود آنان را با سلام و صلوات آوردند. پایان نقل قول. سید در حوض مسجد شاه قزوین مشغول به وضو گرفتن بود. پس از اتمام وضو تمام آب کثیف حوض بزرگ مسجد که پر از اخ و تف مؤمنین بود، محض تبرک و استشفا به خانه های خود بردند. پایان نقل قول. نقشه درست بود و خوب هم عملی گردید، چون اکثر خانواده های ایرانی در این جنگ کشته داده بودند. بغض و عداوت شدیدی نسبت به سید محمد مجاهد که در ظاهر امر
از مسببین و محرکین این جنگ بود ابراز می داشتند تا به جایی که اگر حمایت دولت یا شاه از او نبود او را تکه تکه و ریز ریز می کردند. سید در سال 1242 قمری در تبریز ناخوش شد و هنگام عزیمت به محل اولیه خود که از آنجا آمده بود یا او را آورده بودند در بین راه در سن 62 سالگی به ناخوشی اسهال درگذشت و جنازه‌اش را با عجله تمام به کربلا برده و در آنجا دفن نمودند. پایان نقل قول. قرارداد ترکمانچای. عهدنامه ترکمانچای روز جمعه 5 شعبان 1243 برابر با 22 فوریه 1820 رسید. امتیازاتی که در این عهدنامه به روسیه داده شد به دولت‌های دیگر اروپایی نیز که آنها را دول کاملة الوداد نامیده اند نیز اعطا شد. بر اساس این عهدنامه هر دولتی که تا پایان دوره فرمانروایی قاجارها در ایران عهدنامه‌ای با ایران امضا کرد از حق کاپیتولاسیون برخوردار شد و بنا به این حق اگر اتباع این دولت‌ها جرمی در ایران مرتکب می‌شدند در دادگاه‌های ایرانی محاکمه نشده و مجازات نمی‌شدند. ماده 8. کشتی‌های تجارتی روسیه همچنان از حق کشتیرانی آزاد در دریای خزر و در طول کرانه‌های آن و به ساحل رسیدن بهره‌مند خواهند بود، اما کشتی‌های جنگی آنهایی که بیرق نظامی روسیه را دارند و از دیرباز یگانه کشتی‌هایی هستند که حق کشتیرانی در دریای خزر دارند، بدین گونه که به جز روسیه هیچ دولت دیگر نمیتواند کشتی جنگی در دریای خزر داشته باشد. پایان نقل. ماده 15. همه ساکنان و کارمندان ایالت آذربایجان را شامل عفو عمومی کامل و تام می‌کند. هیچ یک از ایشان را بی استثنای طبقه‌ای نمیتوان نه دنبال کرد و نه به واسطه عقایدشان یا رفتاری که چه در جنگ و چه هنگام تصرف موقتی آن ایالت به دست لشکریان روسیه کرده اند آزار رساند. پایان نقل قول. ماده 5 عهدنامه بازرگانی در میان ایران و روسیه ضمیمه قرار داد. به اتباع روسیه در ایران اجازه داده می شود که خانه برای سکونت و مغازه و نیز جایگاه برای انباشتن کالاهای خود نه تنها اجاره کنند بلکه بخرند و مالک قطعی آن باشند. کارگزاران دولت ایران نمی توانند جبراً وارد این خانه ها و مغازه ها و جایگاه های مزبور بشوند مگر آنکه هنگام ضرورت از وزیر مختار یا کاردار و یا کنسول روسیه اجازه بگیرند و ایشان کارمندی یا مترجمی را خواهند گماشت تا در بازدید خانه یا کار حاضر بوده باشند. ماده 7. همه محاکمه ها و کارهای اختلاف‌آمیز در میان اتباع روسیه مورد دقت و تصمیم نمایندگان یا کنسولهای اعلی حضرت امپراتور و بنابر قوانین و رسوم امپراتوری روسیه قرار خواهند گرفت. فساد روحانیت و رواج دگراندیشی. شاهان مستبد قاجار که از مردم در هراس بودند برای حفظ قدرت خود به نفوذ روحانیت بر مردم متکی شده و در برابر امتیازاتی بیشمار به آنان اعطا می‌کردند. ناصرالدین شاه قاجار از قدرتمندترین شاهان این سلسله بود و در مقاطعی از سلطنت خود به اصلاحات گرایش داشت. روحانیون برای به زانو درآوردن او به یکی از شیوه‌های رایج خود بهره‌گیری از جهل و نادانی مردم متوسل شده و شایع کردند که ایل قاجار در جنگ کربلا در صف یزیدیان علیه امام حسین جنگیده است.
شاه مذهبی و خرافاتی که از مردم هراس داشت و از گسترش این شایعه می ترسید، نام خود را به غلامرضا بدل کرد تا بندگی خود را به امامان شیعه و جانشینان روحانی آنان نشان دهد. شاه فقط نانی را می‌خورد که گندم آن از مزارع موقوفه امام رضا تهیه می‌شد. خود را خلیفه عالم اسلام و تهران را دارالخلافه لقب داد. پیش از این اشاره کردم فساد روحانیت شیعه به دوران قاجار از زمینه‌های گسترش سریع دین بابی و بهایی بود. نمونه‌هایی از رفتار روحانیون بزرگ دوره قاجار نقش فساد روحانیت را در رواج دگراندیشی نشان می‌دهد. قصص العلماء درباره زندگی و فتواهای حاج ملا محمد تقی برقانی معروف به شهید ثالث از مجتهدان بزرگ دوران قاجار می‌نویسد: در دارالسلطنه قزوین شخصی صاحب ثروت وفات یافت و دولت وافر برگذاشت و وارث او منحصر به دختری کبیره بود. شخصی دیگر برای طمع در آن مال آن دختر را ولایت برای پسر صغیر خود به عقد انقطاع درآورد. چون مدتی گذشت دختر به جهت کبر سن و صغر پسر صبر نتوانست نمود. مبلغی جزیل بذل می نمود که مدت انقطاع او را بدل نمایند و او به دیگری ازدواج کند. شهید ثالث فرمود که بدل مدت انقطاع جایز نیست. دختری ثروتمند را به نیرنگ و به وکالت از سوی پسری کم سن و سال به ازدواج او در می آورند تا میراث او را به یغما برد. دختر برای رهایی خود مال بسیار هزینه می کند، اما شهید ثالث راه بر تلاش او می بندد. دختر به مجتهدان دیگر از جمله سید شفتی متوسل می شد. سید شفتی عقد وکالتی بین پسر نابالغ و دختر را باطل اعلام می کند، اما شهید ثالث بر فتوای خود می ماند، چرا که سهمی از ثروت دختر به او رسیده. شعری طنزآمیز که در میان روحانیت آن روزگار زبان به زبان می گردید فساد روحانیت شیعه را نشان می دهد. لا تقربوا به مال یتیمان صحیح بود، لا حذف شد که وقت عمل تقربوا کند. فتحعلی شاه دهی از دهات قزوین را به رسم تیول به شهید ثالث می بخشد، اما شهید ثالث ده را به قیمت گزافی به ابراهیم نامی می فروشد و چنین وانمود می کند که این ده مجهول المالک است و اختیار آن به دست حاکم شرع است. پس از درگذشت فتحعلی شاه، حاج میرزا آقاسی صدر اعظم محمد شاه که با روحانیون میانه خوبی نداشت، قصد باز پس گرفتن ده را در سر داشت، اما مالک جدید ادعا کرد که ده را در ازای پرداخت بهای آن از ملا محمد تقی خریده است. ملا محمد تقی که در جعل داستان برای توجیه کردار خود استاد بود، برای شاه نقل کرد: در زمان تحصیل در اصفهان گرسنه بودم، ولی گاهی به پوست خربزه که مردم می‌خوردند قناعت می‌کردم و پولی نداشتم. روزی برای نماز وحشت پولی به دستم آمد. به بازار رفتم که چیزی ارزان تهیه کنم. ناگاه کسی آواز می‌کرد که خربزه تلیده و خلیده 1 من به 2 پول. با خود اندیشیدم که از این ارزانتر چیزی نیست. از آن خربزه خریدم و چون به منزل آوردم و شکافتم جز تخم و آب چیزی نبود. دگر باره به نزد صاحب خربزه رفتم و ماجرا را گفتم و ادعای غبن نمودم. آن مرد گفت: آیا نگفتم خربزه تلیده خلیده؟ پس مجاب شدم و رفتم. اکنون میرزا ابراهیم میخواست ده را نخرد، حال بر من سخنی نخواهد بود.
تکفیر، صدور فتوای تکفیر که تکفیر شده را واجب القتل می کند، از براترین سلاح‌های روحانیت شیعه علیه دگراندیشان مذهبی بود. روحانیون از این امتیاز خود برای کسب ثروت نیز بهره می گرفتند. فقهای شیعه مرتد را بر 4 گونه تقسیم می کنند. 1. مرتد فطری، مسلمانزاده‌ای که دین اسلام را رها نموده و پیرو دین دیگری شود، مرتد فطری نامیده می شود و مجازاتش در اسلام مرگ تعیین شده است. 2. مرتد ملی، کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج و دوباره به کفر برگردد. 3. مشرک، فردی است که اعتقاد به وحدانیت پروردگار نداشته و به خدایان متعدد معتقد باشد. 4. منکر پیامبری محمد صلوات الله و یا نسبت دروغ دادن به او و یا انکار یکی از ضروریات دین. در تاریخ اسلام نمونه‌های فراوانی یافت می شود که مفتیان وابسته به دربار خلفا و سلاطین اقدام به تکفیر مخالفین حاکمیت ظالم نموده و مسلمانان مؤمن را با چماق تکفیر کوبیدند. روحانیون شیعه در موارد بسیار از سلاح تکفیر علیه همکاران خود نیز بهره گرفتند. حاج محمد ابراهیم کلباسی از روحانیون شیعه به زمان قاجار اعتقاد داشت که اجتهاد در نهایت صعب است و آنان که مدعی اجتهادند اکثر مجتهد نیستند. او کسانی را که ادعای اجتهاد می کردند تکفیر می کرد.